اومدم به شما پسرها و دخترهای گلم، غیر از بحث ازدواج و رابطه و انتخاب و تلگرام و واتساپ و این بساطها، قبل از اینها بهتون یه پیام بدم، این که بچه ها ما مدام در حال سرقتیم، مدام در حال سرقتیم، ما در حال دزدیده شدنیم. بدبختی جوانهای ما این است که خود ما شریک دزد هم هستیم. نقد قیمت هر شیئی آن مقدار پولی نیست که ما جای آن شیء میدهیم. نقد قیمت هر شیئی آن مقدار از عمر من است که صرف توجه به آن شیء می شود. ارزش این پسره چقدره؟ ارزش این دختره چقدره؟ 2 روز از عمر من، 2 ماه از عمر من، 2 سال از عمر من؟ به قول حضرت مولانا چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. ما مدام در حال سرقتیم و خودمون هم شریک دزدیم. ما 10 دقیقه تنها میشیم سرمون تو وایبر و واتساپ و نمیدونم تلگرام و اینستاگرام. اجازه نمیدیم با خودمون تنها باشیم، اجازه نمیدیم با خودمون به وحدت برسیم، اجازه نمیدیم با خودمون رفیق باشیم. چقدر زنده باد است آن فردی که از خلوت با خودش به وحدت رسیده و آرامش داره. خلوت با خودش، نه این که مدام سرش تو اینه که فرار کنه از خودش. مولانا میگه دزد شب اومده بود ریشه دیوار یه خونه ای رو سوراخ کنه بره تو. یک کسی که مریض بود خوابش نمی برد صدای تق تق اینو میشنید. آن شنیدستی که شب دزد عنید در بن دیوار حفره می برید. نیم بیداری که او رنجور بود تق تق آهسته‌اش را می شنود. رفت بر بام و فرو آویخت سر، گفت تو را در چه کاری ای پدر؟ خیر باشد نیمه شب چه می کنی؟ تو کی؟ گفتا دهل زن ای سنی. در چه کاری؟ گفت میکوبم دهل. گفت کوب بانگ دهل ای بوس و بل. گفت فردا بشنوی این بانگ را، نعره یا ویلتا با حسرتا. من چو رفتم بشنوی بانگ دهل، آن زمان واقف شوی بر جزء و کل. چشم که باز میکنی چقدر ما در صحبت با پسرها و دخترها میشنویم با بغض. آقای دکتر الان 32 سالم شده، 32 سالم شده. بعد میگم خب از چیش ناراحتی؟ میگه از این که فکر میکنم نتونستم او استفاده که باید بکنم از دوره جوانی. پسر 35 سالش شده با بغض اومد. حالا اینا که خوبه. یه بار با 2 تا استاد همکار روبرو بودم، باور کنید در یک روز من پای مکالمه این 2 نفر بودم. اول یکیش اومد پیش من اومد گفت آقای دکتر خیلی ناراحتم، 64 سالم شده، هنوز نتونستم یه تألیف، یه ترجمه درستی از خودم، یه باقیات صالحاتی بذارم، خیلی حالم گرفته است. هیچ ما هم باش همدردی کردیم. حدود بعد از ظهر بود، یه استاد دیگه اومده بود 56 سالش اومد پیش ما چای بخوره و دیدم میناله. گفتم چه دایی دکتر؟ گفت دکتر 56 سال رفت هیچ نه حالی کردیم نه عشقی کردیم. دیدم هر کسی نگران عمر از دست رفته است از یه زاویه‌ای. خیلی این برام جالب. مولانا میگه که یه خیاطی بود توی شهری، این کسی رو دستش نمیزد، از بس در کارش برای دزدیدن پارچه حرفه‌ای بود. یه پارچه رو میبردی 3 متر، بهش میگفت یک کت شلوار برای من بدوز، این شروع میکرد با تو جوک گفتن و لطیفه گفتن و اصطلاحاً به جوک و لطیفه در اون زمان میگفتن لاغگویی. شروع میکرد لاغگویی کردن، سر فردو گرم میکرد و شروع میکرد نمیدونم جوک میگفت و لاغه میگفت و چرند و پرند میگفت و
اینقدر سر اینه گرم میکرد تا این میخندید، سرش که بالا میرفت از پارچه میبرید. بعد بهش میگم معذرت میخوام شما 1.5 پارچه آوردی؟ میگی که 3 متر آوردم، این 1.5 متر بیشتر نیست. من 3 متر پارچه آوردم، همین الان پارچه رو خریدم. میگفت حتما فروشنده بهت کلک زده، یعنی 1.5 متر بیشتر نیست. 3 متر کجا بود؟ تمام مردم شهر از این خیاط رو دست خورده بود، حتی وزرا. یه بار وزیرا داشتن داستان برای نخست وزیر تعریف می‌کردن که یه خیاطی هست کسی چارهش نمی‌کنه، حتما از پارچت میزنه. گفت یعنی شما فکر کنید چاره من میکنه؟ گفتن بابا تو که سالی 100 تا مثل تو رو حریفه. گفت حاضرید شرط ببندیم؟ قسم میخورم که این آدم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، من لبخند بهش نمیزنم. شرط بست، اطلسی زربفت گرانبهایی رو برداشت، سوار اسب شد با یال کوپالی. قسم خورد که کوچکترین توجهی به خیاط نکن. رفت پارچه رو انداخت جلوش، بهش گفت ببین یه کتی شلواری زی شلواری چیزی برای ما بدوز ببینم چیکار میکنی. خیاط تا دید این نخست وزیره، از مغازه اومد بیرون، شروع کرد